با درود به دوستان عزیز. سیستم لیزری ناتیلوس پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل بوده که به عنوان یک سلاح لیزری پدافنده هوایی و مقابله با راکت‌ها و حملات توپخانه‌ای ساخته شده است. سلاح لیزری نوعی جنگ افزار انرژی هدایت شده است که از پرتوهای لیزر برای تخریب هدف استفاده می‌کنند. از دهه 1970 تا کنون سلاح‌های لیزری متعدد و متنوعی طراحی و تولید شده است، اما اغلب آنها از مرحله تحقیق و اثبات تکنولوژی فراتر نرفته است. امروزه جنگ افزارهای زمینی لیزری توانایی نابودی موشک‌ها، پهپادها و راکت‌ها را دارد. هواپیمای تجسسی یا جاسوسی. این هواپیما از سوی وزارت دفاع کشور اسرائیل به عنوان یک گزینه چند دامنه و چند حسگری معرفی شده است که برگاه‌های برنده‌ای را برای مقابله با تهدیدات دور و نزدیک فراهم می‌کند. وزارت دفاع اسرائیل به تازگی از آغاز پرواز آزمایشی هواپیمای تجسسی جدید خود رونمایی کرده است. این وزارتخانه مدعی است که پیشرفته‌ترین هواپیمای جهان در نوع خود را دارد. طی یک همکاری ویژه، هواپیمای جاسوسی جدید به طور مشترک توسط بازوی پژوهشی و توسعه وزارت دفاع اسرائیل در اختیار نیروی هوایی و نیروی دریایی قرار گرفته است. این هواپیما به حسگرهای مختلف و دوربین‌های مختلف مجهز می‌باشد. تعداد پرسنل این هواپیما 10 نفر هستند. قایق کنترل از راه دور ضد مین. این قایق‌ها جلوتر از ناوشکن‌ها و کشتی‌های جنگی حرکت می‌کنند و در جستجوی مین‌های آبی می‌باشند که با استفاده از مادون قرمز هدف‌ها را ردیابی و به برج کنترل کشتی ارسال می‌کنند و بعد از دستور گرفتن از برج آنها را نابود و از بین میبرند.
ردیاب ضد موشک بالستیک. این ردیاب نوعی طراحی شده که جهت رصد کردن فضا برای انهدام کردن موشک‌های بالستیک استفاده می شود. موشک بالستیک بعد از شلیک به سمت فضا رفته و از آنجا به طرف هدف حرکت می کند. این ردیاب ضد موشک را در فضا شناسایی و دستور شلیک می دهد که موشک ضد بالستیک در فضا موشک بالستیک را مورد هدف قرار داده و آن را از بین می برد. سیستم دفاعی CRM. این سیستم برای حفاظت از ناوهای جنگی و در کنار سواحل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم با دوربین حرارتی خود موشک‌های در ابعاد کوچک را که به ناوها حمله می‌کنند را از بین می‌برد. سپاس از شما. لطفاً ویدیو را لایک و در کانال ما مشترک شوید.